سلام بینندگان عزیز، امید که جور و صحتمند و سر حال باشید. من محمد حسینی هستم که امروز در کوتل پیشغار آمدم تا برای شما عزیزان و بینندگان عزیز گزارشی داشته باشیم از پیشرفت کار پروژه مردمی کوتل پیشغار. شما همچنان در تصویر بیننده هستید که اسکواتور در حال کار است که خیلی کارم کرده که این قسمت ها را زده دیگه، ولی رفته دو او طرف کار میکنه. این قسمت که خیلی ارتفاع بول کرده که شاید 13 متر 14 متر اینا باشه. باز از سرپرست کار سوالاتی داشته باشیم. تا آخر ویدیو با ما باشید. لایک و سابسکرایب همتون نره و تشکر. رئیس جوری بخیر، حال خوبه؟ بخیر، سر حال سلامت. جور بخیر هستی؟ منده کار نباشه. یک معرفی می خود بنده.
اید محمد ابراهیمی هستم. اصطلاح گردی دوستاکی مسئولی یا سرپرست پروژه سرک پیشگاه. خب چطوره کار؟ کار فضلالله خوبه. چند روز میشه که کار خوب شدت داره؟ آره شدت داره. دیروز پر روز که چند روز یا هوا ابری بود. موادی که ما استفاده منیم بازی باید آفتاب پوش کنه. دیروز امروز دیگه جالان خودت میبینی در این دستت تیمی کسایی که سرون پرانیم نه یا منفجره اما هم آمده 3-4 نفره دیگه اسکاوتور هم کار منه قبلا که دیروز پر روز که اینجا کار نمیشد باز در گلایی رفتیم گلایی طرف این همی گلایی دیگه گلایی بعد از اون تر زده رفتیم از تا بالا بالا هم یک توی دیگه اونجا برابر کرد توی تقریبا 20 متری ناسه دورم چی شد سرونگ خوب کار نمیکرده سرونگ همه جید کمر کار مونه ولی نه وقت میگیره از ما گفتم تو سرونگ این سرونگ ده تو بیا برو پس گلایی پاکت بسته کن اونو پاکت خور بسته کن اونو گلایی را کنه میبینی دیگه گلایی هم آره گلایی وصل است خلاص جست آره یکو کمچه میخورده همه مثال خورده کاریش منده و ایش را با دیگه ترمیم کاریش را بعدن مردمی دیگه یک مقدار از چیز هم مانده که خودی اسکاوتور باید ده چون که کم چند در نول سنگ پیش آمده اونا را که همون بالایش زده زیرشی مانده اونا را انجام بیده انشاءالله او هم میشه بسه یا کم مسئله است خود راحت موره میاد دیگه موتورهای دیزه هم شاید بوره بیه ولی ترمیم کاری در کار شد ترمیم کاری در کار داره چون که باید تکمیل شود باید استاندارد انتر آره یک مقدار باید کار شود آره امی رئیسی سرک چند متر است؟ چند متر کار کرده چه؟ این سرک با یعنی کو کسا باز جای کسا 10 متر 12 متر یعنی چیزی است با چیز ارتفاع کده نه 14 متر ارتفاع 14 متر ارتفاع برکده آره 14 متر مو از بالا کنده در پایین که هم تنوز سیکریش نشته سیکریش یعنی قسمت لیوال میشه ترکیه باز یعنی قسمت ها رو میبینید مو دیده که کم شاید بالا گرفته باشه یعنی قسمت گرک افتاده نه اون یک 6 متر داده آخری از اون یعنی کورم رئیسی که باید از پیش نور داشت باز یک گرک افتاده یعنی در کل 6 متر سنگار 6 متر 7 متر در نظر بیسته خاکار 8 متر در نظر بیسته باید خاکار که مردم کار کرده تو تکمیل شده و در جریان دیگه همون جایی که منده بود مردم نمیتونستن دیروزی تا قسمت بسیار خوب اصطلاح خانم پلان کنده ولی پیسی خاک پس نکرد بازی اسکاوتور چند روز میشه دمزی کو کار مونه این اسکاوتور دمزی کو کل قرارداد از یکی هسته یعنی امروز 23 روز دیگه با 22 روز یعنی روز که کار کنه 23 روز حساب کاریشه ولی حساب روزی که مو بر چی کنه باید در روز 9 ساعت کار کنه و از مو 21 روز میشه امروز کار کنه باسی 2 روزی یک روز اول که کم کار کرده بود دیگه یک روز دیگه 5 کار کرد هم کم کار کرد اونو دیگه بعضی روزا کم زیادتر کار منه بعضی روزا مثلا 7 ساعت کار منه اینایش در کل که ما ساعت چه کنی صبح چه کردم 180 چند ساعت شد اونو مرا که تقسیم چه کنی 21 روز میشه بسیار خوب امی بودجه ازی چه رقمه؟ بودجه همزی مایش را داره انشاءالله یعنی مثلا تل چه خرید شده تل اگه وانی تل خرید کردیم ما که تلان همین 2 بیلر موجود در سری کار داریم 7 بیلر دیگه در بازار خریده داریم اونی ما هم که به همین ماه دیگه که تکمیل شده شاید یک 3 بیلر یا 2 بیلر اضافه کنیم باز تا ماه بعدیش رم که مو ناله کنیم که ما نداریم چطورش کار یک مقدار داره یک شاید یک 10 روز یا کمتر کلانتر داره و نورم امروز سبار یک جنبندی مونیم باز ما یک صفحه به اسمی صفحه پیشغار داره باز دوستا که سعی کنه خب باز این از شما از رسانه پیتاب میدیاز میبینه از کل رسانه ها ما رو پوشی میده تشکری مونیم از رسانه ها که واقع زحمت میکشه همی رسانه ها کلن ما را پوشش دادن کار ما را از ما همکار بوده تشکری مونیم باز ما رو میبینه باز صفحه هم بالا مونیم باز رسانه ها را ما دعوت کنیم به حساب دیشی
یک چقدر پیسه داریم نداریم. اونم انشالله چیزی که در دسترس ما آمده چیزی وعده داده همه رو کلا یک تفکیک کنیم. مثلا ما این قصد بودیجه ما این قصد در دیس ما آمده، این قصد مصرف کده، این قصد دیگه تنوز وعده کده نداده بوده. باز اینی میره یک حساب کنیم مای بعدی رم که اگر انشالله چی شد که قرارداد کنیم. بسیار خوب. یک ما انشالله همی که وصل شنمی تو یک ماه که شاید نداره یک ماه انشالله یک ماه در روز اینا خلاص مونه دیگه تکمیل وصل تکمیل منیم انشالله. باز در زودترین وقت باز افتتاحیه سر اگر باز میبینیم آره انشالله جشن میگیریم. باز تشکری میکنم از خیرین که واقعا ما را یاری کرده تا فعلا. واقعا از صفحه خودانی از ما از صفحه نمایندگی شریف اجران واقعا زحمت کشته از آلمان دیگه همدرد از انگلیس واقعا زحمت کشیده تا این مال را مردم تشکری می‌کنیم. ما را واقعا انگیزه اونمو بچه ها داد، ما دینمی ما را انگیزه داد که ما باید این کار کلا نکنه به حساب از این مردم که مساعد کنیم. ما فقط این کاری که ما بالا یک کم چی کنیم اما رو بزنیم. باز اون بچه ها بود کنیم این نماینده های ما بود که در کشورهای چی باز این خیرین که از طریق رسانه ها ما را کمک کردن. ما انگیزه داد که نه باید یک کار درست انجام این حالی فضل خدا این کنه که میبینه 90-95% امروز سر نتره سوار ای خلاص کنه سوار طرف تیر میشه. در جریان خود در جریان است کسایی که سرون میزنه خیلی پافشاری واقعا پافشاری داره میدیم. سبام ابریه دیگه سبام ابریه ما اینیم بس خیلی کوشش کردیم که ما 4 نفر از اینا رو خواستم شاید در ارتباط بودیم که چی بخواید چی نخواید باید بدین. امروز تنها دیگه 3-4 دانه منفجر داره بازم سلاح کدریه میگم اسکاوتر ترشینو باز خورده کاری از این مومنه دیگه. یک 3 روز دیگه ان شاء الله ما بخیر تخت تحویل میدیم به حساب استاندارد. بسیار عالی. در آخر گفتنیش میشنه تشکری میکنم از واقعا از خیرین که ما را یاری کرده تا فعلا واقعا اینا بس از تشکری از رسانه ها مونیم که ما را پوشش میدیا. دیگه گفتنی ندارم شب قدر شب 19 ما فکر کنم تا عبادتی از مسلمان ها قبول باشه باز چیزی خیرات داشته باشه ما را دست ما را بگیره ما دینا این در قدم ناله کنه که ما جور کار یعنی ما داره کم داره ولی ما پوره را نداریم. ما بعدی را ما شاید 10 روز داشته باشیم ولی در 10 روز هم ما کار تعطیل نمونیم تا که یک روپیه در جیب ما باشه کار ما متوقف کنیم انجام میدیم. این حال شاید یک چیزی شود که ما کار بخوابونیم باز خیرین کمک کنه ولی نه میره در نظر خود از من کار همین که برا چیز عادی که برا خوبه توقف نشونه. این حالی دارن امی از بامیان از ای برا 5 روز 10 روز طول بکشه. ما در پلان خود ممی هست سخن نماینده هم باز در جریان دلیم که این میره ما اگر ما از یک پرش در خاطر ما دیگه شده ایران این در قرارداد نظر خود از ما قرارداد تکمیل نمونیم که ما یک ماه را تکمیل کنیم که ما بگم ما توی 30 روز ولی چیزی که بودیجه در جیب داره ما نمونه مثلا 10 روز کار کردی مثلا 10 ساعت کار کردی تو هر بودیجه داریم تو کار که باز کار را متوقف کنیم از قرضدار به چیزا نمونیم. پلان خود این داره بازم با نماینده با خزانه‌دار با ارتباط کنیم که خزانه‌دار چی میگه باز ما دلیم شاید این سواره یا این شاو شاید نشنه سوارم بعضی چیزا خواه همین شاو بیشینه نه شاو یحیا کنه باز صبح میخوابه باز دمیزی چند روز قصد داریم که کلی چیزا را جنبندی کنیم. خیرینی که کمک کرده واقعا در دست ما رسیده وای کسایی که وعده کرده تنوز در دست ما نرسیده. این ما را میگم تسیوای کنیم موی که رسیده مصرف کردیم چی قصد پیسه در خزانه داریم چی قصد دواقع وعده کرده ما را همین یک سنجش کنیم. بسیار تشکر. سلامت باشید. موفق باشین شما. زنده باشین. خدا